بعد از انقلاب یه عده نخواستن دروازه‌بان تیم ملی باشه. برای همین قانونی گذاشتند که بالای 27 سال جایی توی تیم ملی نداره. حجازی اون موقع 29 سالش بود. وقتی به مربیگری روی آورد بازم جلوی پاش سنگ انداختن. اونقدر که برای مربیگری رفت کشور بنگلادش. خودش میگفت روزهای اولی که تو بنگلادش بودم فقط میتونستم روزی یه وعده غذا بخورم. مجبور بودم نون و موز بخورم. سختی کشیدم اما جلوی کسی سر خم نکردم. یه بار هم تو انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد و گفت انگار آقایون از حضور من ورزشی تو سیاست تعجب کردند. پس چرا هیچ کس از حضور افراد غیر ورزشی تو ورزش ما تعجب نمیکنه؟ حجازی تا آخر عمر با شرافت زندگی کرد و امروز جدا از رنگ آبی و قرمز محبوب دل همه مردم ایرانه. بعد از مرگ ناصرخان روی سنگ قبرش نوشتن من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی، ولی با ذلت و خاری پی شبنم نمیگردم. برای دیدن روایت‌های ناگفته تاریخ پیج تاریخ مدرن رو فالو کنید.